یک گروه راننده‌های تاجیک شکایت دارند که چند روز می‌شود به آنها اجازه عبور از مرز بلاروس و روسیه را نمی‌دهند. این رانندگان از اروپا به روسیه و از آنجا به تاجیکستان رهسپار بودند. ماشین‌های آنها رقم‌های اروپایی دارند. چند از رانندگان روز 18 سپتامبر به رادیوی آزادی گفتند حالا صدها ماشین در 3 توقفگاه گذرگاه مرزی لیوزن رودنیا منتظر اجازه گذشتن از سرحد هستند. مقصد قریب 1000 تماشی اشتگان هم خواهد خواهد ای سرحد 20 کیلومتر دورتر بعد یکم مغازه خروجگوری یکم چه خیدن باید بریم ماشینا را بوی نمیتن این طرف ما را نمیمونن بگذارن موندیم. سفارت تاجیکستان در روسیه در پاسخ کتبی به رادیوی آزادی امروز نوشت این شهروندان مهاجران کاری نیستند و به تجارت ماشین مشغول هستند. از این رو باید از گذرگاه دیگر از گذرگاه بین المللی نظارتی در ولایت پسکوف گذرند. عین زمان به گفته دیپلمات‌های تاجیک این سفارت به شهروندان کمک خواهد کرد.